وقت و گشت وقت گدان و خیر. سلام دارم و خدمت بیننده عزیز برنامه هنر. هر هفته و گرد رنگ و بوی تازه هولمان یسه که برسیم خدمت دان و برنامه تازه پیشکش و ایوای عزیز بکیم. امیدوارم او هدف که داریم و پی برسیم و رضایتی و بتونیم دی برنامه جلب کیم. این هفتهش لسرتای برنامه جور همیشه دوال لیدان کم که لگرد فیسبوک و جیمیل برنامه هاوری و پشتیوان برنامه خودان بینو نظرات رخنیل و پیشنهادی خودان آراسته برنامه بکیم. نوبری گو دوای و تیم خدمت دان. بینریل برنامه هنر حضور که وقتم های خدمتن که باشتر لی برنامه ل پیشکشی و بکیم. ای باشه ل برنامه فکر بکم باشه 25 لی برنامه ل هنر تا ایران اجرا هست کردیم لگرد و نامه که کل کردین و نظریه و پیشنهادی خودن که کل کردین آرامان تا راده هست کیم که هاوری برنامه هنو بینر خوی دیرد. امیدوارم لیه فراتر و بودو اگرش ارادن امکان دیرد و برنامه خودن زنین اراد دوست و کس و کاری خودن ای برنامه معرفی بکن و او موضوع تور و باوته لیگش که دوست دارین لی برنامه باسی بکرید حتما آرامان کلی بکنیم و بیشتر پیمان که ایمیش وگیانو درو لورچوی بگیریم و او موضوعی لباس بکنیم لبرنامه. این هفته شاهایم خدمت میوانگ عزیز تر ل کسایتی ل سیاسی و فرهنگی ل روجالات و کردستان کاک بیژن قبادی. کاک بیژن خوشتی را برنامه هنرو امیدوارم بتونید یارمتی من بین رای برنامه که برنامه رنگین و جیاواز بود. ممنون لطف دارین. سلام دارم خدمت بینندگان و خودتان و همکاری برنامه تان. همه خدمتان بانم. امیدوارم بتونم کمک بکنم. دستت خوش بود. ایمان معمولا دست به برنامه من نگرد میوه هنر باز کیم. کامران باخ میوه و نوبانگ دیرید. باخ میوه و نوبانگ ولی درد باخ میوه زیاده باخ هنره. باخ هنر درد محدوده و وسطی که باید بود نیه محدوده. چون او البته هنوز زمانی که من خبر دارم این چند سال اخیره بی خبرم ری وضع باخوش داشتونه نزانم ولی استعداد او درد بله. اگر دو سوات هنر بنن و وارد دست یکی سوات یک لهنر سوا بود گورا خوش قیافه ظاهرا لگرد یه سواتش میوه هورامان هنر هورامان کامیاب پسند کی؟ خب معلومه هنر هورامان هنر کردستان. یه تعصب نه بحث تعصب نیه بحث علمیه. مو یه جا خانم وتیاد یه تحقیق پزشکی کرد نه پزشکی علمیه راجع و تغذیه انسان. ایشد اوانه که سنیان شده بان رسن زمان پیری اگه او سالی آخر پیریانه بشنه او شونه و دالبین خویانه حداقل 10 تا 15 سال تونن بیشتر زندگی بکن. بعد توضیح داد یه جریانیش از بخاطرش از چند سال اضافه بود عمریانه. ایشد وقتی او داله حامله بود او جنین او رحم داله و غذا و املاح و مواد طبیعی و محیط استفاده کی یه منتقل بوده نو بدن جنینه و او جنینه و گرد این مواد بدنی سازگاری پیدا کی. وقتی تید دنیا شیریش خوی و زمان شیرخواری بازم او مکانیزم دوباره عمل کی او بدن و او ساختار جسمی کاملا مطابقت داری و گرد املاح مواد معدنی و محیطه. بعد وقتی سن شده بان جسم ضعیف بود او زمان است که او آیم وقتی بشوده و شونی که هاتیست دنیا بدنی بازم توان تحمل او املاح و مواد غذایی و معدنی و آنه درد و راحت تونید هضمی بکی و ادامه حیات خوی به خاطر واسه بیشتر پس هیچ دلیل تعصب نه موافق خواهش اگر بتوان راو کسی که کمتر آشنای وگردی بودن نه راوانی که ناس ندن و فعالیت لهر حوزه‌ای که داشتین اوان آگادن ولی راوانی که آشنایی نیرن وگردی و لحد چند دقیقه باسی لسر جیان خودم کنار را من دوای وچی نسر پرسیارم. بانشو من هر وقت جناب تنواتیم بیژن قبادی من علاوه شاینی و 20 کیلومتری شهر کامیارانم و سال 59 وارم سال سیاسی آشنا بیم و وگرد کملا هوکاری کردم من یه زمان وارد سازمان جیکیلیش بیم بعد سازمان جیکیلی فدای اقلیت بعد بیشتر وارد کملا بیم و
چند مرحله چی مثل زندان و نهایتا آخرین بار که چی مثل زندان سال 69 بی تا سال 79 زندان بیم 79 زندان آزاد بیم و هاتم داشتم کار زندگی خودم کردیم با کامیاران یه سری عوامل اطلاعات ماموریت دینه پیان باند ما کنترل بکن و خاطر او کنترل که یکی وانه هات ولام بس که بود ما ماموریت داریم تو کنترل بکنیم من هیچ نتونست موره ببینم نهایتا هاتم مریوان و غیری که چند سالی با مریوان منم بازم موره ایجاد مشکلات امنیتی نتونست مخاطر مشکلات امنیتی وره ببینم و باید ادامه کار او چه طبیعت من و عرصه مثال سیاسی فعال بیم باید ادامه بدم و کار و نهایتا اگر ملاحظات امنیتی نیاته شاید دوست نداشتم با میره توصیه منو مردم خواهم ببینم ولی ناچار کفتم با میدیشت باس زندان کردین چشتی هات یادم تا زمانی که لناو خوب مخوامیش دنیای ما ایجوری رایشم لوانه حالش بکن نزنم ولی دنیای بچگی رامان درست کردن لناو ایران و خاطر فضای محدود راگاندن فضای محدود اینترنت و فضای لا کمتر دسترسی و برای چشتی داریم مخاطرش معمولا سرچاوی اخبار و حوال و چشتی من معمولا او کانالی جمهوری اسلامی خویه هرچند تاراده کسی دیگه توانن برای شونل و دست بارن ولی ما بس میگه که جاروبر هیئت لیگ لایان سازمانی ل بین المللی و تیان سردان ایران کن مثلا ارانمونه سردان زندانگان کن مخوام بارهاش نفت میشن زندانی ل ایران استانداردی ل جهانی ل وچو گرن جنابالی ل زندان بیده چه استانداردی وچو خود دیده تا تعریف آن و استاندارد چه بود او چیزی که او پیشن استاندارد اوسه او آیمه و توان مانور تحرک محدود و کن و محیط بیچگو مشخص اره مدت زمان مشخصی دی نه اجازه دارن و ملاقات باید خانواده محدودی بکن نه اجازه باید داشتون و اطلاع و اخبار و خوریل دوروبر و روز و مسائل خارج و زندان بیخبر و بی اطلاع بود نه اجازه و دارن فشار تغذیه‌ای بار نه سری فشار جسمی بارن نه و حق مطالعه محرومی بکن نه مشکل بخنه ری درمان و مسائل درمانی زمانی که نیاز و مراجعه و پزشک و دوا و درمان دارد محدودی بکن و کلیانه و جمهوری اسلامی اعمال بود یه نمونه اشاره کردین جنابتان و او که هیئتیل و سازمان ملی و ارگانیل بین المللی تینری بازدید و بعدش این و یه نمونه راتن بس بکنم و زندان سندش بیمن سال 77 بی یه سری و نیروی لخویان و اداره زندان های سازمان زندان های کشور هاتن سنده جیم خواری و هیئت بین المللی و سازمان حقوق بشریانه نیاشتیم اوانه بان او مورد داشتیم من او چند ساله که و زندان بیمن نماینده ل سازمان زندان ها هاتن ایما او بند زندانی سیاسی که بند 6 بی قبل این شی سال قبل از قیام 57 اوانه او که ایما ورش نفتیم که فوادوان ور زندانی بین و فری رفیقی لتر که بعدا یا جذب کمال یا جذب سازمانی لتر بینه ور بینه سه ولی چیزی که من فهم میشم اوسه او هیئت خویانه هن خویانه دی و سازمان زندانه که مدیر کنترل تمام زندانی کشوره هات ایما خص نو بندگی درکی بسان و بان انسان را انباره بندگی مو نو انباری معرفی کردن نیشن بانه نو یه نمونه بازی وقتی اره نیروی لخویان و عامل بازی خویان اجری برخورد کردن دیوای و حال بازی بین المللی و مجامع حقوق بشریانه پس استاندارد و چشتسه که ایجوری خویان توان استاندارد و تعریف هستی که خویان دارن یعنی یه جمله دارن و نو زندان وقتی سروازی یا مأمور توان سازماندهی بکن و بشه زندان و مراقبت زمینشن بهترین زندانی همیشه بدترین زندانیه یه بن نو مغز او مأموره یه حالی کن و اورد جوری باریانتیرن یعنی دشمنن اگر ولیان غافل بین خاندان ایجور آموز شدن نیروی که هانو زندان نیروی کادر و پرسنل زندانیش که قطعا تا مورد تایید نو ثابت نکردن که یعنی هانگرده او سیستم وگر او ساختاره نیل موره حضور داشتن و سازمان یعنی بعد مسئله تریش هست راجع و زندان خدمتان بس بکم اوی جواسه ایما شاید بشیم زندان زندان اسم باید و بچود
ولی من تعریف ترک وزن دارم وزندان و ساختاری سیاسی تقریبا یاسه اگه کسی وزندان و تانشی زندان سیستم حکومتی ساختار سیاسی نشناسیده او سیستم چه سیستمیه وقتی آیم ها دیشت مثلا من هم نوشار کرمانشاه هم نوشار همدان سندج یا شهر ترک وقتی فشار رانبای چون خواهم گم کنم چون اشاره او شهر که مسافرت کم یا هی ایران تیم دیشت دی سلطه و بانم نیرن ولی زندانی وقتی هانا زندان او را تمام اقتداریان ور نشاندن یعنی چی وگرد آیم بر اصلا وگرد مقوله و اسم آیم و انسان چی برخورد کنی یعنی باید ارای شناخت دستالاتی و ساختاری سیاسی یه مدت و زندانگان یعنی بین وارد تجربه بکنی یعنی راجع و انسان چی فکر کنم خب بیل هل اقصى خودم نام تعریفی لیو وارد بگیرم تعریف جمهوری اسلامی لانسان چه است تعریف جمهوری اسلامی و انسان او عملکرد است که امروز دینیم نی ایو سی بکن هی و ساختار حکومتی یکی و ارکانی لکه الان باید و ایران او اتباع ایرانی یا او ملت ایران تنبیه پیرایتی بکن او باید اصل ولایت فقیه قبول داشتون خود فلسفه ولایت فقیه مفکر ولی بکیم زانیم یه دیدی راجع و آیم کلن چست دی و خاطر و بحثگاه تلف نکیمون نچی محاشیه هی او جمله گیمه بایم او دو لغته ولایت فقیه یعنی این مردم که هان او کشور جیر سلطه او ولی فقیه شرمنده معذرت و توهین و کسی نود آیم نین ناتوان صغیرن عاجزن و اداره کردن خویان و مدیریت خویان باید یه نفر که نماینده خداست باید یعنی اداره بکنه یعنی صغیر نتوان اداره و مدیریت خویان نیرن یه تعریف ساده و کلی و انسان و نو فکر جمهوری اسلامی او مکتب ایدئولوژی که امروز ایران حکومت کرد یعنی قبول کردن ولایت مطلقه فقیه یا زندان یا اعدام بله خب یکم بیل پرسیارگی یکم ریزو بکم میجاره لمورد کسایتی خود و اویش یسه که ایجوری هست کردم که لناو کردواری خو من چشتیشون دست نصره بیایی فرصی چشونه چشتی اون میره چکیم که آخر دستکاری گشتشتی کیم هر آیه قطعا ارای ادامه حیات خوی قالبو چوارچوک داری یه سری باوریل درد من ونا او چوارچو قالب که ارای خوام درست کردم او باوریل که درم او دید فکریه که درم راجع و زندگی شخص خوام و توام او ایده که خوام درم نوع تعمیم بیم جامعه و جامعه و رو او سمت سوق بیم که من توامو زندگی اجی فکرم که او ساختاره مناسبین ساختار ارای زندگی مثلا من هی منال بیم یه سری سوالی یه سری مشغولات و ذهن من منال بیم کلم کردیانه لای امام جماعت شاینی تو هم باید قرآن بخوانی وقتی تاوسان مدرسه تعطیل بی او مدتی که دی باید بشه مسیر کار و اوانه یه مدت منی امام مال یا مدرسه من دو شیفت بی شیفت صبح یا شیفت بازوری شیفتی ما آزاد بیم چه ام قرآن بخونیم هی و زمان و من سوال و ذهنم درست بیاد این چیزه یعنی چه او روحیه ماجراجویی و کنجکاویه من ور او مسیر سوق دا تا جایی که مثلا یکی و حاکمه جمهوری اسلامی و زندان کرمانشاه که برد نمره تجدید محاکمه درست اسفند 69 و تو یه جمله و آخونده سه اسم آیه قدمی و تو کلت رو تنت سنگینی میکنه تنت هم رو زمین باید بری زیر زمین یک قصه و آخونده بی راجون احساس که وقتا و رسیه که بشی در زیر زمین های نه کارم هنوز بنی هنوز اول ریم یه پرسیاد که مچن چی نسر یه موضوع لترک البته لگرد نوبری شو اولش یه که ماویگه تقریبا لسر او پروسه یک اوگردن کمره زحمت کشان و کمره شورشگر ایو ورجه که ای پروسه سر بگرید لگرد کمره شورشگر یک اوگردین هوکاری چه بی که سور نکردین آره یک پروسه که مسیر خوی تی بکید اگر جمله ما ایراد مسیر خوی تی بکید یوشتن اصلاحی بکید بانشو قضیه که اجلسه ایما حزب برای چست کلان ساختار حزبی برایش درست بود
شاید بستگی ایره جای نود و نیازی و زمان بیشتری بوده. من هی خلاصه و اجمالیش من سری و چند جمله تو خلاصه بکنم. اما هدف من و حزب درست کردن و مکانیزم حزبی یه سری عناصر اجتماعی و بان چوارچو قالب فکری رسن و قناعته باید ساختار درست بکن اری کانالیزه کردن و سازماندهین جامعه و اهدافه که زندگی انسانی و شایسته انسان ای اسره تصور کن و نو اوسه و بعد از قیام 57 هرچند ما سابقه حزب و حزبیت وره داشتیم نه قبل از و محافل و انجمن و نزانم کمالیل دانشجویانه حضور داشتن نقش داشتن کار کردن منتها هر کامیانه تونسته جوا و بخشی و قضایا بیانه نتونسته جامعه بون خود جامعیش نتونن بون طبیعیه هر کام و زاویه که تو سیر قضیه کن مثلا ایما الان 3 نفر 4 نفر ویره بیومن تو سیر اینا سالانه بکیم هر یک و زاویه که دینیم نو نتونیم تصویر جامعی ولی داشتیم من نه تصویر و نه تصویر جامعی نتونیم و هماهنگی و گرد یک تونیم تصویر تقریبا جامعی و محیطه که حاضر نظر من داشتیم من مسئله کمالا محصول نیاز سیاسی فرهنگی اجتماعی زمانی بی سال 57 اگه قطعا کمالا محصول زمان خاص و ویژه نیاتات نتونست اوقره سریع رشد بکی جریان گمنامی بی کس نشناسیده تا قیام 57 بعد از قیام 57 و شهیدون رفیق محمد حسین کریمی و ساقز و بعد او شرایطی که پیشات و یه سری عناصر توده‌ای و اجتماعی داشت و کسایتی محبوب و جی اعتماد عمومی مردم بین هاتن وتن کار یعنی وارد مردم کار کردن و مردم حضور داشتن بعد که اعلام فعالیت آشکار کاملا کردن او جمعیت مردمه که ای عناصر و شخصیتی لشناسیان جذب کاملا بین و مدت زمان کوتاهی تونست رشد سریع بکی و این رشد یه سری ولی احساس خطر کردن که متاسفانه و طی زمانی بعد مجموعه مشکلات رای درست کردن محدودی کردن و صدومانه رای درست کردن ضربه دانلی و شیویت واسن تضعیفی بکن کار وانیجه نیریم رسیم این مقطع آخره اما یه چیز بیشتر خدمتان سالیل 73 74 بمونه و زندان بحثیل مسائل ملی داشت هاد و بیاد مسئله نتوی و کردستان داشت ریشه کتیاد و یه جور خودآگاهی ملی خریف و نو جامعه رشد کردیاد اما یه سری او کسیله که و زندان بیمن چه اوانی که وگرد حزب دموکرات من چه ایما وگر کمالا بیمن مجموعه قصه و بحث داشتیم و نو یکتری من یکی او بحثیله که هاورد مطرحی کردم او زمانه او بی که ایما باید اگه تویم دهی 70 خودان اطلاع دارین دهی رکود و سکون بی و جنبش کردستان سرکوب شدید بی آمار ادامی الشیبان نفس کشان کاملا قطع بی نیشتیان کسی نفس بکشیده و فضا عمومی و پلیسی و ایران زار بی بعد ایما سردمه بحث یک کردیم تیم ایما اگه تویم تحرک و جنبش کردستان درست بود باید حزب دموکرات خیلی خوی رادیکال بکیدو کمالش باید او تابوت سنگینه که وبانشانی و اسم حزب کمونیست سنگینی که بینید خوار کمالا باید بود جریان کردستانی این بحثی ما نو زندان بحثی کردیم درست سالیل 74 و 75 و 73 یا نه که بعد از 6 سال یعنی درست سال 79 و چش بی و استقبال عظیمی ولی کریادی پروسه ساکردنو یا بازسازی کمالا و حزب کمونیست استقبال ولی دی او چه عامل باعث بی نتونست جوابی دو نزانم چه مکانیزم بیا جای بحثی من نیه زمان خوی تو دو مکانیزم خوی ولی هاتی من نوع ما یکی با مسائلی که داشتیم من و گرد جامعه کردستان فاصله داشتیم من این فاصله جغرافیایی هرچه مودای بیشتر بیاتاد او تاثیرگذاری مستقیم من جامعه کردی کمتر بیادودی الان مثلا او رفیق مانه که ها اروپا قطعا کمتر تونه تاثیر عمل کردستان داشتو ایمه که های ایره کمتر تونیم تاثیر داشتیم تا او رفیق مانه او کس مانه که ها نو مریوان یا ها اودیم احزاب ایمه مشکل دارن پیش آدیم نتونستن خویان جوری آپدیت بکنه و گرد جامعه خویان باز تعریف بکن و او شکافه که و خاطر او
شکاف جغرافیایی درست و فاصله طبقاتی و فاصله جغرافیایی ایجاد بی بتونن پری بکنه و یه بی انگیزه کم بی اکثرا مسائل شخصی مطرحی هاتن و کمالت توش انشاء بیل بعدی و مجموعه مشکلات که اطلاعات غلط متاسفانه در یاد او رفیقی که و نابین مسائل وارونه اره وان انکاس دیان دیش منظوری داشتن ببینید ایمیج و شرایط بی هاتیمون نهایتا او ایما معتقدیم که الان مکانیزم و ارومی که تونه ایما سوق بی ورو که مردم اعتماد بکنه من اصلا بچی ما نام مردم بازم مردم بشناسیم ایما و بعضی مسائل حاشیه‌ای دور بگیریم بچیم او کم رنگون اعتماد که و نوع جامعه نسبت و جریان سیاسی و خاطری انشابات و انشقاقی لدرست بیا کم رنگی بکنیم و اعتماد به مردم باید بشیم و مردم نزدیکی بکنیم آشتی و مردم خمان آشتی بکنیم و یا امروز ما باید بتونیم چه بکنیم جوا و نیازی امروز جامعه بیم وقتی جوا و نیازی امروز جامعه بیم او نیروی که او ظرفیت دارد او توان دارد که این کار بکنه جوا و نیازی اجتماعی جامعه کردستان رو بیدو تو بوده محور دی لازم نیه بشه ده جنگ حاشیه‌ای یانو اون نیرو تونید بوده محور و توده آسیه جامعه کردستان و گرد خواهی جمع بکی جامعه کردستان جامعه تعذب یافته جامعه سیاسیه کسی نتونه منکر یه بود اما تونیم و صراحت رو بیشیم و یه جیشانازی افتخاره اره چه مردم کردستان چه احزاب کردی که نقش داشتن و دور داشتن و تأثیر داشتن و کارگر بینه الان اره هر چیزی دستی و ایران کردستان پیش قدمه مسئله محیط زیست و یا جینگس کردستان اولا مسئله NGO ریخراوی مدنی کردستان پیش قدمه مسئله منالی کردستان پیش قدمه مسئله مناسبتی نتویی کردستان پیش قدمه مسئله جنیل کردستان پیش قدمه و هر مسئله تو سی بکی چون جامعه کردستان جامعه سیاسی جامعه تعذب یافته است پیش قدمه یا نه نقطه قوت و حزبگان باید حزب لیما باید یا نه بشناسن واقعی بشناسن و این سرمایه گذاری بکن بها بیان پی او بی ما او انتظار و توقعی که جامعه داشت اره او که ما نیروکان ما متمرکز بکیم انرژی و توان ما متمرکز بکیم و جای او که هر کام و جای او ایما فشار باریم او نیرو متمرکز کیم و جای مشخصه ایما تعریفیه کردیم و بان یه فره کار کردیم مانور دایم الا کردیم اولا کردیم منتها نتونست آن بود نتونست فراگیر بود محدود بی دی چه عامله باعث بی او نشی من آورده کاری ارزش نیدید بس وانه بکیم ولی ایما رسیم و قناعته ایما بتویم او انرژی که داریم هدر نشود او زمان خسار نیم باید و قالب حزب و جریان و تشکیلات ادامه فعالیت بیم که تونت امروز و نو جامعه حضور داشت نقش داشت امروز ایما رسیم و قناعته که اگه ایما بایم نیروی کمالی زحمت کشان که موگردی کار کردیم و کمالی شورشگیر یک بخیم و یک نیرو بودی یک قدرت بود تونی تأثیری بیشتر بود کمکی او بحث اصلی که بتونیم جوا و نیازی اجتماعی بیم و خاطر و مردم اعتماد بکنه و بانو او نیروی طبیعی بود محور او تلاش خوامان کردیم امیدواریم او پروسه رفیقی لتر که مننه ادامه بیان برسه نتیجه و وی شپرزی و آلوزی و این تشتت و پراکندگی که از خاتمه بیان چون تأثیر مستقیم و مل ذهنیت و روحیات مردم دارد و سی بکن روزانه تماس تلفنی داریم روزانه نیازانم کامنت پای فیسبوک و یا نداریم توقع و انتظار او مردم اوسه ایوه خودان ری بخین ایمه تیم نوا ایوه اعتماد بینه ایمه حرکت کیم او مکانیزم ایمه نتونستیم ایجاد بکنیم باید ورو درست کنیم او مکانیزم بچیم او اعتماد به مردم و یک گردنوی ما بگرده کمالی شورشگیر دقیقا لو راستابی خب کاک بیژن برنامه ما اگر بشه لیگ دینه کمینه دولت و تقریبا جوره هناره جوره هناره اول مثال خاص ترکیه بشه ما خو من وجدی که شربت هنار وقت مخونیری او بوده مخوام آوردیم
دو وقتی که موسیقی گوش دیم که حالا هوا برنامه یکم بگوره و تیم درجه باسی آمده. ما خدمت کنیم. نابری لگدی که تماشا کنیم و موسیقی و دوی و تیم خدمت. مالد نزانم حال کو روح روانم ارمنی شیرین زوانم ارمنی درد دویانم ارمنی ترسم مگر دم تانکی بیشی بچو دروانکی امجام دیوانکی آگر ویانم ارمنی تو با مسلمانی بکر لی گورمی مانی بکر هر کی که خود زانی بکر من ناتوانم ارمنی وگیان هرچی کافره و یوشم نزانم ارمنی یوشم نزانم ارمنی لخص آگیر گردمه ریمالتان گم کردمه هر مردم
لبار درد و خم شکیانی زانم چه بکم دردم یه سر مال خم بی خانمانم ارمنی وگیان هرچی کافره و هوشم نزانم ارمنی هوشم نزانم ارمنی بینەری عزیز برنامه هنر ئەوانەی کە لێرە هاوڕێی بەرنامەکەمان و لێرە دەستکردنە سەر تەماشاکردنی بەرنامە لەگەردی بەشە لە بەرنامەکە میوانێک دێریم کاک بیژەنە قوبادی چالاکە سیاسی و هەروەی جوورێشە لەبار فەرهەنگی باوەتەی لە فەرهەنگی کارە فرە کردی و لە ئی بەشە لە بەرنامەکە توێم کەمێ لەسەر مۆزوع فەرهەنگ و مەسائلە کۆمەڵایەتیش باس بکەین. کاک بیژەن یەکی لەو مۆزوعات یا باوەتەی لە کە فرە جی یە دەرێ کە لەبانی باس بکەم و تەوەجۆ فرەفرەوە پێ بکەم وە تایبەتی لە بەشەی لە خواری کوردستان مەسەلەی فەرهەنگە و هێوجورشتێکە خۆدان زانین یەکی لە باڵەی لە ئەسلیە دروستبینی نەتەوە فەرهەنگە و زوانە البته زوان و جیا ولی وگشتی اگر مسائل فرهنگی را برچو بدریم اگر یه لحظه را خودن متمرکز بین و فکری ل وضع او نوچه ل خمانه ل نوچه خود ورو خوارو فکری ل بکید و تصویری را خودن درست کن ل مسائل فرهنگی او مردمه چه دو برچو دن من برخورد فرو کردم مردمه کرمانشاه و ایلام و قصر و ورو خرم‌آباد داشتم مدت فری چند سال با کرمانشاه بیمه و خرم‌آباد بیمه و گیلان غرب بیمه و منطقه لبیمه و گرد او مردم قاتیم و هرچی باره و تونم بیشم شناخت نسبی درم مردم ساده مردم یکرو مردم صادق مهمان نواز روکو پوسکنده مسئله که هست متاسفانه ایمه کم بهاده ایمه پی اوسا ناسی نخومانه ولی سیاستی لحکومتی همیشه او بیه یه اهرم بیوچک داشتنه همیشه ولی بهره برداری کردنه اوش اهرم مذهبیه او تفاوت مذهبیه که و بین کرمانشاه و ایلام و غیر کردستان هست یا نه شکاف ولی درست کردنه هیلان منطقه‌ای که وناو کرمانشاه و محله که منطقه سنی نشینه یه جور جدایی کردن سو نیل نو آمیختگی و قاطبیونه صورت بگیرد اگه ما بایم جامعه سیر کردستان بکنیم و هم بیشون سرزمین 72 ملت اگه واقع بین کردستان نمونه بیچگه او سرزمین 72 ملت یعنی نمونه بیچگه
هندوستان ایو سی بکن و نو کرمانشاه آین و آینزایی چنی و کرمانشاه وجود دارن چه تنوع آینی از و کرمانشاه الحقیه یارسانیه کاکیه شیعه سنیه لایکه مسیحیه یهودیه ای تنوع و کوری زویه است ایران وسیعه ایران گوار محدوده جغرافیایی نیست و کشوری دور بر خوی شاید بیشتر بعد از روسیه و چین یکی کشوری گورای منطقه است ولی وسیع بکن او ایران و وسعت جغرافیایی او که درد هیچ جای جوره مناطق کردنشین تنوع فرهنگی نرد و یا باید این اهمیت رمان داشت باید با این سرمایه گذاری بکنیم باید باها بیمه پی که متاسفانه که او چشته ایلی من نتونستیم نوبانی کار بکنیم اوسه ایمن نیاز و خداگاهی داریم او خداگاهی فرق کمکی مکی الان و هی خود شاری جوری کرمانشاه یا شاری لتر حتی این سننده جا بینه سه دو قسمتو یه قسمتی مناطق مردم عادی نشین و یانه یه سری مناطق مرفه نشین او مناطق مرفه نشینه متاسفانه و خاطر او تبلیغاتی لسمیه که شبکه‌ای تلویزیونی و رادیو و رسانه‌ای لو نیازانم ایلا اولا کن و ناو ایران یا من که لباس کردی هاورم چه اداره تحقیرم کن سبک سیرم کن اهمیت نپیم یه جور تحقیرم کن یا نه باعث بیه من ورو خداگاهی نتوی نچم و یه فاجعه ری مدروس کردیه اگر ایما خمان بناسی من نسبت و محیط پیرامون خان نسبت و ملل و اقوام و نتویل دورو بر خمان ایما شناختی و بان خمان داشتیم هیچ چیزی و اوان کمتر نیریم بعدن تیما بانی نمونه مستند دارم راجع وی بحثه خب کاک ویژن ایوا فرمایش کردین که حکومت لأهرم بیشگی و ناو مذهب استفاده کرد ولی قصیلی و من برداشت کردم که اهرم گوراتریش هست و ناو نتوه عرف کن اهرم بیشگی یا مسئله مذهب اهرم بیشگ و خاطر او بهره برداری خوی ولی که او اهرمه که من نوشتم یعنی مذهب نتوند مانع بود صد بود چون اگه ما ایجوری سی بکنیم و خاطر او بیشتم بیشگه نباید بها بیمه پی مذهب باور تاک من جوری فرده اختیار دارم هیو جوری که مسواک کم فردی و انحصاریه شویگم فردی و انحصاریه کلاوگم فردی و انحصاریه نیازانم آرزو دارم چه غذایی بخورم غذا خوردنگم انحصاریه آیین و باوری مذهبی و دینیش باید انحصاری بود ولی اوان بخاطر یهشم هن فردی منه بیشتر نسبت به وسط جامعه بیشتره ولی اوان توانی یه تامین بین کل جامعه و غالبی بکن و او کار کردنه ایما باید وی صدا عبور بکن نتوت توانید چه نقشه و چه رولی ببینید لیک یکم جامعه رو فکر کنیم سنور اراخ من درست نکیم او خداگاهی نتویه که من بحثی کردم قبلا ایوه نمونه مصری بکن نمونه سوریه همسایه راق سیر بکن سوریه کان در اصل چند عربن نه سوریانین ناو کشورگان و ناو نژادگان و گیری است مصریه عربن نه ولی الان مبان تابلو حکومتی جمهوری عربی مصر یا بقول خودم جمهوریت مصر العربیه مصری عرب نه نژادان قبطین هرچند قبطی خوی آینی بیام جور زرتشت و ایران ولی خاناخا تفکیک نتوی داشته نه زمانی که عربیل چند وره او ولات داگیر کن بعد از چند سال ای عربیل دوچار آسیمیله بون یعنی فرهنگ غالب که فرهنگ داگیر کرده هاتی یا نه یکسان سازی کردیه یا نه کردیه سه عرب الان یارو هویت خوی لدست است مصری که سابقه چند هزار ساله دارید مصری که آثار باستانیگی جزء عجایب هفتگانی جهانه جور اهرام مصر و آنه مصری که سابقه ساخت صد معبد ابو سمبل دارید که شاکار معماری جهانه یا ندارید ولی تید و بار هویتی و حل بود و نوع عربیت حل بوده عرب
من مشکل نیرم بیاسه عرب مشکلم او خود آگاهی سه اگه او خود آگاهی داشتود و وکه نژادن عرب نیه تعلق و نژاد و ملیتی ترک درید ای تنوع ملیه باید دستمایه بود اری کار گوراتر یانه ولی غافل بینه سوریانیه کان ملتی قدیمین ولی ونو عربیت هل بینه ولی وسی بکین کردستان چه خمیر مایه‌ای دارد مصر یکی و امپراتوری عظیم بیه فرعونی مصر دی مطرحن کسی نتونه این کاریه بکی ولی چه عامل باعث بیه یا نه حل بون و نو عربیت لبار هویتی و لبار هویت نتوی یا نه دوچار آسیمیله بون و گرد عربی بونه یک ای و بار نژادی و حل بون و بار ملیو او چیزی که باعثیه متاسفانه مسئله شناخته توجه نکنه غنای فرهنگی خویان او توجه نکردن و غنای فرهنگیه او که آر داشتنه متاسفانه و او که بحث خویان میکنه که ایما قبطیم ایما نژاد غیر عربیم ایما نتوی غیر عربیم آر ولیدن هر ایما امرو ایران سران حکومت و آخوندی لیانه دونیم اگر یارو باید 4 جمله عربی فراتر بزاند احساس فخر خیال که گورایی علی تیری ولی من توام اشاره و این نکته خاص بکنم او اجازه سی بکن ملت کرد دستلات نیاشته حکومت نیاشته امپراتوری نیاشته و جنگ جهانی اولو که دی کشورگی دوچار ای دابران و دابش کردن بیا قبل زوا و کشاکش و شر بین امپراتوری اسلامی چه امپراتوری صفویه چه عثمانیه سرزمین کردستان میشه میدان تاخت و تاز و شر و لشکرکشی یانه بیه اکثر شرگان یان وی مناطق کردنشی نکردنه ولی با وجود او که او حکومتی ل چه امپراتوری عثمانی چه امپراتوری صفوی دسلاتی قبل و بعد زوان چه دوران معاصر و حداقل و قرن 19 و الى قرن 20 و جنگ جهانی و اول و 1918 16 17 و الى که 16 و قرارداد سایس پیکویانه سه دی کردستان عملا تقسیم بوده بین چند کشور ایو سی بکین هر حکومتی آتیه تواسه این ملت حل بکی و ایران تفریسی کردنه و ترکیه تطریکی کردنه و سوریه و عراق تعریبی کردنه آثار و عواقبی هنوز هست ولی نتونسته این ملت حل بکن هنوز این ملت و او ثروت و اندوخته ملیه که خوی درت شانازی که افتخار که و یه عامل ثبات و ماندگاری او ملت است اما باید یه بناسیم و سی بکن هی من لباس کردی هاورمان این لباس بشین لباس کردی که برخلاف او اشتغالات و ایشون مثلا یارو لباس غربی جوره او شلوار جنابالی که پایشون شلوار فارسی شلوار نیرد توهین نود و کسی ولی اگه الان قانون و مجامع بین‌المللی تصویب بیشنا هر ملتی باید لباس ملی خوی بکیه ور متاسفانه فارسکان چشتی نیرن نتوی فارسی توهینیه یه واقعیتیه چون اوانیش خویان حل بینه و نو فرهنگ غرب حل بینه او اعتماده که باید و خویان داشتون افتخار بکنه او داشته ملی خویانه نکردنه و جوره حل بینه جوری اوانج دوشار و آسیمیله بینه هر جوری که وناو ایمه بعضی بینه او درصد وناو ایمه کمتره هی دلیل ماندگاری و بقایمه جواسه او اصالت هنوز حفظ کردیم نه الان لباس کردی خوان داریم آداب و رسوم خوان داریم فرشتی خوان داریم یا نه جور عامل فرهنگی و ملی ایمه تا الان هاور نوی زمان کردن باید بها بیمه بی کاک بیژن اگر هاورا بیمن خو قسەیەک نێریم وەلی خۆ ئەگەر مخالفی بیل قسەیەک لەسەری مۆزوعیشە بکەین کە منیش هامەگەردە ئەو مۆزوعی کە فەرمایشکەین کورد توێنستیە خۆی نواگیری بکەیت لێ هەجمەیەکە وەرە ولای تێن وەلێ من ئیجور ئەساس کەم کە لە دەورەی دامەزراندنە حکوومەتی وەناو ئیران و دەست ڕزاخان وەرە و ئیلا یەکەم ئی هێرشە چون زیرەکانەتر ئەنجام دریاز یەکەم خۆمانش تیکە لە ئی هێرشە بیمنە و شاید تا ڕادەیەک دەریم حەزم بی من و دەریم ئاسیمیلە بی من ئایا لەگەردی قسە هێنیانە تأثیر داشته نتونسته او شدتی که باید بود و اول مورد نظریانه برس نپی او بی جوانه هر که او جوری که جمهوری اسلامی هات ناو کرمانشاه کرده باختران نتونست
هیا جوره که رضا خان ها تواست او چشته که و ایران پیشن کشف حجاب بکی نتونست. چشته که اجبار بود شاید مقطعی بتونه جوره روپوش استتاری بکی، ولی او آتش زیر خاکستر هی منید و زمان خوی من نمونه ردان بس بکم. سال 58 بی احزاب کردستانی هاتنو ورو شارگان و شارکان کفت و دست پیشمرگو مردم دوباره او احساس ملی و او نوع خودآگاهی شروع بیه ریشه کتان و فعال بینوه. اما آشنایی داشتیم لباس نیاشت. یه هفته و مال ناتی دیشت تا چین لباس کردی رای درست کردن بایدشت رونیاش بایدشت یا من لباس کردی نیرم امرنگ او مردمانی نیتونم بام. قطعا الان دستالاتی وسیع بکن تلویزیون رادیو روزنامه از مسجد ایلاس تمامی ارگانه لدرن کار کن ولی هنوز نتونستنه و سیر مثلا هی مراسم نوروزی هر سال بکن چند سال پیش یانه نه یانه نقطه امید درد و تویشد نه غیر آقا او جمهوری اسلامی یا حداقل و قرن 20 ورو الى هر کاری کرد نتواسنه این ملت هضم بکن نتونستنه و دوباره دیره او گلیل شکوفه که تیده بان نتونستنه کاری بکن و دیرد او ملت ورو خودآگاهی نتویی شد و دونین زمان و عراق مسئله فدرالیزم تصویب بود و مجلس و پارلمان عراق مردم کردستان روشلات بیشتر و مردم کردستان باشور احساس شعف و شادی کن یا هر مسئله تر یا نه تمام او نکته ایل که و ایمیشن نخیر آقا نتونستن یا نه بشنن و ایوه درین و رو مسیر ترکچین باید وبانی تکیه بکن و اصوره باز بکن باید وبانی سرمایه گذاری بکن و کار بکن کار بجمع هرچی البته یکم حالت شوخیش تو هم بشنه ولی هرچی تو هم دنیا سیگ نشانه مردم بیام ولی و حول دانیاسه که دنیا فرا رنگین و جوان نشان بید چمانی وش سرکفتی ترن ولی اقرا چیم لناوی باسه وقت قمان داری ورو کوتاهی شد اگر ارا دو قصه چشت دیرین رو بیناری لروجالات هم تلویزیون روجالات هم خلق روجالات و هم برنامه هنریش جور دو قصه چشتی هزار والله چشت خاصی نه من بیشتر و من چشگری مردم روشالات و کلا مردم کرد داشتم او چشتی ایله که خواهم رسی مسیحی و احساس کم باید بیشتم وقتم آرزوی موفقیت و سربرزی رای مردم کردستان ایوه ها خریل تندره دست باش ممنون خواهش بیناری لبرنامه هنر لیره رسیم کوتاهی بشه لبرنامه هنریش امیدوارم بس ای باسه که کمیگیش و لطف که بیجن گرمتر و بیو داختر و بیچیم ناخم موضوعی هر چند وقت برنامهش کمه و دلی و بیدو لذت لیلی بردین ورزیه که بیشتم لهفته بانان چواری دانیم و بشه تل برنامه پیشکش دان کیم لخوار شاشه تلویزیون دان آدرس فیسبوک و جیمیل برنامه هست www.facebook.com هنر و شیوازه که نویسریاس حتما دونینی لگرد جیمیل برنامه‌گیش هنر2014 @gmail.com تا هفته بانان بنشنا خوش و مالدان آوا